این ماهک یکمونه، یک و دو اینجا جا میزنیم. این ماهک دنده عقبمونه. ببینید دوستان، اول این وسطی رو جا میزنیم که دنده عقب و دنده پنجه. ببینید دوستان، این ماهک اینا کن، این یه ساچمه گلابیه که ریزه اینجا میخوره، اینو حتما بذارین، اگر نذارین اون ساچمه درست عمل نمیکنه و دنده هاتون قاطی میکنه. این ماهک دنده پنجه، اینو جا میزنین تو جای کشویی قرار میدیم و راحت رفت. دقت کردین؟ راحت. اینو باید بیاریم بالا تو وسط، یعنی توی خلاص، حالت خلاص باشه. نکن الان این توی خلاص، الان این خلاص میشه. بعد ماهک یکمون رو میکشیم اینجا، یک و دو میله ماهک یک و دو. ببین نکن، این میله ماهک یک و دومونه.